آقا شاید بگین هومن شال و کلا کردی، چمدون برداشتی. آقا اینا مال من نیستا. کجا داری میری؟ بچه‌ها امروز میخوایم با هم دیگه یواشکی سوار قطار بشیم. واقعا خدا شاهده، اصلا یعنی حتی فقط چک کردم ببینم قطار هست یا نه. یه دونه قطار رو داره ساعت 8:15 اگه برسم، اگه به 8:15 برسم ساعت 10 میرسم لندن، 10 یا 11. اگه کامنت های ویدیو رسید به 150 تا، مسیر برگشت از لندن تا منچسترم براتون دوباره ویدیوش میکنم و از اونجا هم میام ایور. پلتفرم 5 مستقیما میره لندن. ساعت 10:30 میرسم لندن اگه همین رو بتونم بگیرم. ساعت 8:30 میره. با یا خدا برسم بهش. پلتفرم 5 آقا، پلتفرم 5. راستی اینو نگفتم، اگه بگیرنمون فکر کنم 120 پوند جریمه‌مون میکنن و اون جریمه خیلی بده. یعنی نه که مثلا فقط جریمه مالیش باشه، یعنی داخل خیلی چیزا تاثیر میذاره، مثلا تو اقامت و چیزا تاثیر میذاره. خیلی بده. بچانه اوه 10 دقیقه شد، 5 دقیقه وقت داریم برسیم. اولین بارم هست میخوام داخل انگلیس سوار قطار شم. قبلش که از لندن اومده بودم منچستر با اتوبوس اومده بودم با بلیط خیلی شیک و چیزا، ولی الان گفتم دارم میرم لندن یکم برای خودم چالشش کنم. یه راهی داره که میری سوار میشه اگر کسی نباشه که بلیط چک کنه، ولی تو طول مسیر ممکنه کسی بیاد چک کنه که بگه آقا بلیط داری یا نه. ما الان داریم روی امید میریم که اون یارو نیاد، که اگه بیاد در اون سرویس. الان فقط کافیه بریم پیداش کنیم. Bossman, can you open it please? My ticket is in my bag. Where are you from? London. Can you open it please? Yeah. Bro. I can't turn off my camera right now. This is the video. Going. Gone. The signal's gone. 1 second. I can go. 1 second. Can you 1 second? Thank you so much. Thank you. بس گفتم بلیطم تو کیفم، لطفاً درو باز کن. درو باز کن. ناموسم دمش کرد. ایوه. Yeah. Yeah. حاجی پشمام رسیدیم. میریم تو دستشویی فعلا. الان بهترین اتفاقی که میتونه برام بیفته اینه که دستشویی خالی پیدا کنیم بریم توش بشینیم. دستشویی خالی وقتی توش بشینیم یارو نمیتونه بیاد دیگه. آره بیا بیرون. بلیطتو نشون بده. چجوری لاک کنم؟ Red light include is locked. Door is now locked. Yes. Take care when you use the toilet. This train may stop or move suddenly. اومدم تو دستشویی، الان تو دستشویی قایم شم، کسی کاریم نداره. خب خدا کنه کسی نیاد فقط بلیط چک کنه. اگه بیام بدبخت. آجی بریم داخل بشینیم. من میگم بریم داخل بشینیم. اگه دیدیم کسی داره میاد بلیط چک کنه سری میایم دستشویی ها. آره بذار همین کارا رو میکنیم چون اینجا گرمه. درو باز کردم. ریدم تو خودم. الان اومدم یه چیزی بگیرم. ساندویچ چیزی بگیرم چون از صبح تا چی نخوردم. حاجی داره ازم آب میچکه. آب کنه عرق استرس. ایول بالاخره یه جا پیدا کردم که میتونم بشینم. کیفو میذارم کنار رو اینو میذارم بالا. خب بالا جاش نشه. کنسل میذارم پایین. جون ناموستون نه این بلیط منو چک کنید. یه بار ما اومدیم یه ویدیوی باحال در بیاریم. اومد به خودم بلیط چک کنه. من وسایل‌ها رو میذارم اینجا. خب میرم دستشویی و میام. مثلا یعنی من دارم ویدیو میگیرم. خب بذار گوشیمو خاموش کنم. اگه گفت بگم گوشیم خاموش شده. حاجی ریدم تو خودم. نمیدونم باید چیکار کنم. الان ما مثلا میخوایم بریم سمت دستشویی که مثلا بگم آقا ما الان داریم میریم یه دستشویی بزنیم بیایم. خب امیدوارم که یارو کارمون نداشته باشه و بهمون گیر نده. خدا رو شکر بهمون گیر نداد. ما میریم اینجا دستشویی. آخه همه مسائل هم اینجاه. نیام ببرم مسائل. A few moments later. بریم آقا بریم دیگه خستم شد ناموسم. 10 دقیقه اینجا هم
بذار چکی بکنم حاجی ریدم گل خوردم نه شوخی کردم حاجی رفتش ولی یه چیزی که خیلی برام عجیب بود خیلی ریلکس مثلا بهش گفتم ببخشید میخوام رد شم گفت ببخشید بیا رد شو خیلی برام عجیب بود چون قاعدتا مثلا با من گفت نه وایسا اول بلیطتو نشون بده فکر کنم چون دوربین همراهم بود فکر کردم مثلا از این توریست هم گفته آقا بذار مثلا خوش رفتاری کنیم یهو تو دوربینش بعد چیه این مثلا چیه الان این کارا رو میکنی چیه مثلا یعنی خیلی داره توضیح میدی نه دیگه یعنی مثلا داشت چیز حاجی میدونستیم بلیتش چند بود بلیتش رو اگه مثلا از یک هفته قبل میخریدم فکر کنم 30-40 پوند بود اگه الان میخواستم بلیت بخرم سوارشم بلیتش 70-80 پوند بود 70-80 پوند نمیشه چند ما یه تبدیل بذار اینجا چون من الان تبدیل کنم سیستم ماشه چون تاشه تا سیستم ماشه تاشه فرقی نداره یعنی من الان بگم مثلا فلان قدره شما که ویدیو رو نگاه میکنید یهو میبینید بیشتر چی میگی؟ حاجی ناموسن این صحنه رو اگه بهتون نشون نمیدادم تو دلم میموند نگاه دماغ حاجی بکن چقدر باحاله کار رو بگیر بچه قشنگ میشه توش 45 کیلو گوشت در بیاری بچه‌ها مردم رو مسخره نکنین کار خوبی نیست ولی یه مسئله که هست یه چیزی که میمونه و سخت ترش میکنه اون که پیاده میشی موقع خروجش فکر کنم باز باید بلیط داشته باشی نمیدونم حالا امیدوارم که اینجوری نباشه ولی چیزی که میدونم یه فکر کنم باید بلیط داشته باشی یا خدا کنه همه چیز به خیر و خوشی تموم شه گوش بدیم این یارو چی میگه بارش صیادی معروف به استین که در هفته گذشته اقدام به اختلال در نظم عمومی و همچنین کوریخوانی در فضای مجازی نمودم از اقدام خود پشیمان هستم و از عوامل پایگاه دوم سازمان اطلاعات و مرجع قضایی دادسرای ناحیه 5 عذرخواهی می‌نمایم و دیگر این غلط را تکرار نخواهم کرد و اقدام به گندگویی هرگز نخواهم کرد. بگو کجای گوش معلوم من 24 دو تا گوشی معلومه نه بده بچه‌ها می‌دونید محسن لرستانی تو انگلیس کنسرت داره کامنت این ویدیو نه متاسفانه کامنت این ویدیو از قبل رزرو شده آقا رسید به 150 تا برمیگردم همین مثل همین الان اینجوری برمیگردم لندن میگم برمیگردم منچستر یه ویدیوش میکنم ولی اگر رسید به 200 تا میرم کنسرت محسن لرستانی شاید باورتون نشه ولی رسیدیم لندن الکی نگاه اینا خدمتتون که عرض کنم ما الان رسیدیم لندن بیسیکلی و در حال حاضر ما باید همینجور بریم تا برسیم به خروجی دارم یه چیزایی میبینم حالا نمیدونم شما هم میبینین یا نه او مردم دارن میرن بیرون خب حالا ما میریم که از همون سمت بریم بیرون امیدوارم کسی نباشه بخواد بلیط چک بکنه چون اگه باشه یه جورایی دهنمون گاز فکر نکنم اینجا چیز باشه نه دیگه اینا اومدیم تو آزادی دیگه اینجا کی میخواد بیاد کارمون داشته باشه میبینیدش این برده رو بدو سمتم مثل فیلم عاشقانه کشو ادیتور عاشقانه میکنه فلک داد بس که میکروفون و همه چیزو خب بچه‌ها ما با موفقیت رسیدیم به لندن بدون که پول بدیم ناموسن خدا بچه یه جایش ناموسن یارو اومد بعدش تیکت‌ها رو چک می‌کنه من همین وسایلم گذاشتم رو صندلی که نشسته بودم پا شدم رفتم برم سمت دستشویی یارو دقیقاً اینجا بین مثلا دری صندلی ها خب بین شوسه رو داشت تیکت‌ها رو چک کنه گفتم ساری can I go to toilet گفت یه شور ساری رفتم تو دستشویی یه 10 دقیقه موندم یارو اومد رفت راحت رفتم نشستم دیگه یارو نیومد بچه ناموسن